خودم من قصد صحبت کردن ندارم، ولی قبل از شروع شعر یه چند کلمه ای رو ناگزیرم عرض کنم. در پیشینه سیاسی کشور ما همیشه شیفتگی ها و شخص محوری ها یک مشکل اساسی بوده. من امروز آقای مهندس موسوی رو دوست دارم به دلیل پیشینه‌شون که در شعر طنزم به اونها اشاره خواهم کرد، ولی قطعاً اگر ایشون رئیس جمهور بشن و در راستای خواسته های مردم نباشه سیاستاشون، بنده یکی از منتقدینشون خواهم بود. اجازه میخوام که حالا این شعر طنز رو خدمتتون تقدیم کنم. راجع به این شعر طنز باز یه توضیح کوچیک هم بدم که خب آقای خاتمی اعلام آمادگی کردن برای ریاست جمهوری. من شروع کرده بودم برای ایشون که با ایشون شوخی کنم. بعد شنیدم که ایشون اعلام انصراف کردن. در دید و بازدید عید که خدمتشون رسیده بودیم گفتم که آقا من یه شعر طنز برای شما شروع کرده بودم، شما انصراف دادید، شعر من نیمه کاره موند. با همون لبخند معروف همیشگیشون گفتن که خب برای آقای مهندس موسوی بگو. منم اطاعت امر کردم. از همون جایی که برای آقای خاتمی گفته بودم شروع میکنم و بعدش ربط دادم به در واقع کاندیداتوری آقای مهندس موسوی. تو کشور چهارچرخ پنچر میخوای بیایی چیکار کنی برادر؟ چه میکنی با این همه کراکی، اینایی که زدن به جاده خاکی؟ چه میکنی با اقتصاد خسته، با این همه شرکت ورشکسته؟ زبان بد بریده چشم بد کور، اگه بازم شدی رئیس جمهور نذار دلارهای ما گم بشه، نذار کسی سوار مردم بشه. به قول یک نفر بیا و چی کن؟ وزیر فرهنگ رو معرفی کن. وزیر فرهنگ که مرد باشه، اهل کمال و اهل درد باشه، فکر نکنه قصیده بند رخته، منجی که ترمزی یه نوع درخته. کار نداریم شما الی یا بلی، حداقلش اینه که خوشگلی. گفت پسر من انصراف دادم، میخوام بشینم پیش خانوادم، دوباره حال دردسر ندارم، حوصله سفر مفر ندارم. برای سفره هایی که خالیه میر حسین موسوی عالیه. حرفا زیاده اما اینجا جاش نیست. فقط بگم اهل بریز به پاش نیست. جناب موسوی سلام قارداش، کجا almışsan lap ağarıbdı başmaş. دوره جنگ یادمون نرفته، تیر و تفنگ یادمون نرفته. اون روزا که نخست وزیر بودی حامی مردم فقیر بودی. از تره بار تا برنج دودی مواظب قیمت جنسا بودی. تمام اونهایی که کار میکردن دیگشونو به موقع بار میکردن. روزایی که قیمت نفت کم بود قامت تو زیر فشار خم بود، اما تو یارانه رو بر نداشتی، بار روی دوش مردمت نذاشتی. یه دفعه کلی روی کالا نرفت، یهو اجاره خونه بالا نرفت. اون روزا کارمندا خار نبودن، مدیرا ماکسیما سوار نبودن. یادمه که شعار معار ندادی، وعده کمبوز خیار ندادی. فسق و فجور پشت پرده کم بود، پیشونیای داغ کرده کم بود. مدیر کلا کاخ ندیده بودن، مزه پولو نچشیده بودن. این روزا روزگار فرق کرده،
همه رو تو فساد غرق کرده. توی خلاصه تا وقتی از اونجا بره هر چی بخواد میخوره تا خرخره. الان یه عده از همین خوارج حساب دارن تو بانک‌های خارج. فدای اون مرام حق پرستت، بگیر گرز رستم و تو دستت، نترس از این قوم کمیسیون بگیر، قاباقlarında durgunun مثل شیر. اگه میخوای نمره خوب بیاری باید بری به جنگ راندخاری. Türkü deyim, ayrısı baş tapmasın. Danışmamış sözlərimi qapmasın. Gözləyinlə tərəf kələk qurmuyor. Boş yerə sandıqları doldurmuyor. Fikr eləmə rəqiblərin sadədir. Təlis-təlis rəy alın amadədir. Rəy sayan vaxta yatıb yuxulama. Yuxun zadın gəlsə də bir çıx dama. چند کلمه حرف خصوصی زدم. حوصلتون سر نره که اومدم. جناب حاج مهدی ضد حال، بیا بگیر بشین بابا بی خیال. فکر کنم از 60 گذشته باشی، الان باید بازنشسته باشی. هی نزن اینقدر گره روی گره، بکش کنار بذار مهندس بره. مهندس الان امتیازش پره، چون که خودش ترکه، عیالش لره.